من به عنوان رئیس بازرسی دیدم اگه قرار باشد که به تمام چپاولگری‌ها رسیدگی بکنم باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشم. فساد در حد اکثر متصور. اومدیم یه رقمی گذاشتیم گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپاول کرده این رسیدگی کنید. تازه همین 3750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود. محمد خاتم یکی از سرمایه‌دارای بزرگ شده بود، داماد پادشاه، فرمانده نیروی هوایی. مالحضرت اشرف یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران بود. دائم به کنفرانس‌ها که میرفت اویدا میگه چیزی که تعیین میکنن براشون، ایشون میگه نفر کمه، 2 میلیون تومان برای رفتن به کنفرانس اینا کمه. 2 میلیون تومان در اون زمان میشد یه چیزی در حدود $300,000. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. اینم قابل توجه کسایی که هر وقت یه آماری چیزی می‌ذاری میان سریع نقطه پیدا بکنن که تو آمار نیست. چرا از اختلاس‌ها رو میگی؟ اختلاس‌ها رو بگو، بخورها رو بگو. دوران شاه که اصلا اینجوری نبود. حالا دیدی که دوران شاه هم بود، تازه بدترش هم بود. یه جوری بوده که دیگه تا 100 میلیون رو گفتن ولش کنیم، نمیتونیم بهش رسیدگی بکنیم. از 100 میلیون به بالا هر کی اختلاس کرده رو پیگیری کنیم. که 100 میلیون اون موقع میدونین چقدر میشده دیگه، چقدر زیاد بوده. بله، دوران شاه هم اختلاس داشته. یعنی هر حکومتی ممکنه اختلاس داشته باشه. اینجوری نیست که یه دور حکومت نقص باشه تو دنیا. نه، همه دنیا حکومت‌هایی دارن که حکومت‌هاشون هم نقص میتونه داشته باشه.